رادیو رو چرا خاموش کردین؟ حرفای خارجی میزنی بابا. آخه یه مش چرت و پرت و دریوری که گوش کردن نداره. آی گفتی تو این چند روز که شاه رفته این مملکت شده هرج و مرج خونه. هر کسی داره ساز خودشو میزنه. همه ناکوک. آره والا. اتفاقا اینا که هرج و مرج راه انداختن همون نوچه های شاه و دربارن. میخوان بگن دکتر مصدق از عهده اداره مملکت بر نمیاد. ده نده معلومه که بر نمیاد. آخه زیر پتو که نمیشه مملکت رو اداره کرد. آقا جون شما که عیناً حرفای همونا رو میزنین. میبینی خانم؟ رادیو رو چرا خاموش کردین؟ حرفای خارجی میزنی بابا. آخه یه مش چرت و پرت و دریوری که گوش کردن نداره. آی گفتی تو این چند روز که شاه رفته این مملکت شده هرج و مرج خونه. هر کسی داره ساز خودشو میزنه. همه ناکوک. آره والا. اتفاقا اینا که هرج و مرج راه انداختن همون نوچه های شاه و دربارن. میخوان بگن دکتر مصدق از عهده اداره مملکت بر نمیاد. ده نده معلومه که بر نمیاد. آخه زیر پتو که نمیشه مملکت رو اداره کرد. آقا جون شما که عیناً حرفای همونا رو میزنین. میبینی خانم؟ رادیو رو چرا خاموش کردین؟ حرفای خارجی میزنی بابا. آخه یه مش چرت و پرت و دریوری که گوش کردن نداره. آی گفتی تو این چند روز که شاه رفته این مملکت شده هرج و مرج خونه. هر کسی داره ساز خودشو میزنه. همه ناکوک. آره والا. اتفاقا اینا که هرج و مرج راه انداختن همون نوچه های شاه و دربارن. میخوان بگن دکتر مصدق از عهده اداره مملکت بر نمیاد. ده نده معلومه که بر نمیاد. آخه زیر پتو که نمیشه مملکت رو اداره کرد. آقا جون شما که عیناً حرفای همونا رو میزنین. میبینی خانم؟